بخش آخرانی برنامه شام شاهنواز عنوان گرفته است اشاره یعنی بازی با هنرمند. ما این بخش رو تعریف نمی‌کنیم، بگذار در این بخش خود شما اشتراک کرده بعداً فکر و عقیده‌های خود را آیده این بخش گفته باشید. با شما مصرع‌های شعری پیشکش می‌گردد و شما باید بر رقیب خود کلمه به کلمه یعنی با اشاره فهمونید که این کدام کلمه است. نفر دیگر در گوش ما نگذارد. صدای بلند موسیقی. خوش بینندگان عزیز، این وقت قرار داریم در نزد میز و آغاز میکنیم بخش اشاره یعنی بازی با هنرمند را. نازیه مرحمت مصرع شعری را انتخاب کنید. من باشم موسیقی را برای محمدرفی پخش میکنم. داری دل رو داری دل رو داری دل رو در دل ها قریب پیدا کردم. داری در دل رو دل داری دل رو داری دل رو دل در دل من داری دل رو دل شما کمک کنید. دل رو داری دل رو دل رو دل ها رو با حرف نویسه. رو نه من نگاه دل رو رفی ره او دل ره او نمیفهم. نوزه فکر میکنم کمی دشوار است، میگذاریم به کلمه دیگر اگر زید نباشه. داری دل رو بارویت ها داری دل رو بارویت دل بارویت ها دل بارویت ها بارویت دل بارویت و میکنم و نمودم قریب بالکای پیدا کردن. تمام. داری دل رو بارویت و نمودم در دل رو بارویت و میکنم و نمودم در دل رو بارویت و نمودم تو رو در دیده بو تو رو در دیده و آره دل جای تو رو در دیده و دل جوی نمودم تو رو در دیده و تو در دیده و دل جویی تو رو در دیده و دل جو نمودم تو رو در دیده و دل جو نمودم. بله. به هر حال یک حقوق دوستان عزیز کار شوخی نیست. آماده هسته؟ آماده هسته؟ آماده شما مرحمت نفهمونه؟ از زری از زری چادرت یک بار دیگه از زری چادرت چادر است ته چادر است چادره چادر است آخرش ته چادرت از زیر چادرت نگاه با ما میکنی. از روی چادرت نگاه با ما میکنی. از زیری از زیری چادرت از زیری چادرت نگاه با ما میکنی. این بدون بردی دیلو جانی ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی. میدونی شعر اول زود پیدا کنم.